2020 2020 ما شماره های ترتیبی رو از شماره های مقداری می سازیم. در آخری شماره های مقداری حرف های TH رو همراه میکنیم. تمام. سلام علیکم забономӯзони عزیز، خوش آمدید به کانال ما Englishkada. امروز میخواهم با شما در موضوع شماره های ترتیبی صحبت نمایم. چطوری که در درس گذشته گفتیم شماره ها میشوند مقداری و ترتیبی. ما شماره های مقداری رو برای حساب نمودن مقداری اشیا و شماره های ترتیبی رو برای ترتیب جایگیر شوی چیز و اینچنین برای گفتن سنه های روز استفاده میبریم. ما الکی شماره های مقداری رو در درس گذشته گذاشتیم. کسانی که تماشا نکردند من لینک ویدیو رو در پایان میمونم، حتما در اومده تماشا کنید. بیایید رفتیم. شماره های ترتیبی رو در زبان انگلیسی ordinal numbers میگویند. من کوشش میکنم که این موضوع رو خیلی آسان کرده به شما فهمونم. 1 یک، first یکم، 2 دو، second دویم، 3 سه، third سیوم، 4 چهار، fourth چهارم. ما شماره های ترتیبی رو از شماره های مقداری می سازیم. در آخری شماره های مقداری حرف های TH رو همراه میکنیم. تمام. اما شماره های یکم، دویم، سیوم قاعده خاص دارند، یعنی به این قاعده ساخته نمیشوند و این قاعده گفته ما از شماره 4 بالا آغاز می شود. بیایید رفتیم. 4th چهارم، 5th پنجم، 6 ششم، 7th هفتم، 8th هشتم، 9th نهم، 10th دهم، 11th یازدهم، 12th دوازدهم، 13th سیزدهم، 14th چهاردهم، 15th پانزدهم، 16th شانزدهم، 17th هفدهم، 18th هجدهم، 19th نوزدهم، 20th بیستم، 21st بیست و یکم، 22nd بیست و دویم، 23rd بیست و سیوم، 24th بیست و چهارم، 30th سیوم، 31st سی و یکم، 40th چهلم، 50th پنجاهم، 60th شصتم، 70th هفتادم، 80th هشتادم، 90th نودم، 100th و صدم. در مثال های بالا یک چند تغییرات ها دیده شد. یکم، در شماره 5 و 12 پیش از آن که سوفیکس TH همراه گردد حرفی V به حرف F تبدیل یافت. برای مثال 5 5 5th پنجم، 12 12 12th دوازدهم. دوم، در آخری شماره های دهی پیش از آن که سوفیکس TH همراه گردد اول حرف Y و ترکیب حرف های I E عوض کرده شده پس آن سوفیکس TH همراه می گردد. برای مثال 20 20th 60 60th 70 70th. دقت، هنگامی استفاده بردن شماره های ترتیبی در داخل جمله و عباره ها همیشه پیش از شماره های ترتیبی ارتیکل معینی the استفاده برده می شود. برای مثال the first street کوچه یکم، the 10th car ماشین دهم، the 12th of May دوازدهمی می. for the first time نخستین بار یا که بار اول، the second day روزی دویم، the fifth floor. ما سنه های روز رو چنین می نویسیم و چنین می خونیم. What's the date today؟ امروز چندم است؟ It's March the 10th.
It's the 10th of March. امروز 10 مارت است. سالها را چنین میگویم: 1980 1980 1995 1995 2006 2006 2020 2020. بیایید اکنون یک چند جمله ها رو با شماره‌های ترتیبی میبینیم. She celebrated her third birthday. او سومین زادروزش را قید نمود یا که جشن گرفت. Our company is 33rd in the country. شرکت ما در مملکت در جای 33م می ایستد. Happy 24th birthday. 24 سالگیتان مبارک. This is my 5th time go to سفیدره. این پنجمین مرتبه است که من به سفیدره می روم. خب زبان‌آموزان عزیز، اینک ویدیوی ما در اینجا به آخر می رسد. آرزو دارم که از این ویدیو کمی هم باشد آموختید و اگر یکون سوال ها، پیشنهاد ها، درخواست ها باشد حتما در شرح بیان نمایید. باقی سلامت باشید.